12 معصوم دیگه تراشیدن. اگر به سنت پیغمبر اکتفا میکردن 12 سنت دیگر نمیتراشیدن، 12 امام نمیتراشیدن، 12 معصوم جعل نمیکردن. این دلیل بر اینه که با سنت پیغمبر اکتفا نکردن و از خلال سنت این 12 نفر که خود تراشیدن سنت پیغمبر رو تو کلی از بین بردن، بلکه قرآن رو از بین بردن، توحید رو از بین بردن. اینا رو نمیفهمید؟ بشید در سای وصال 3-4 روزی اینا رو یاد بگید بعد بیا بحث کنید. استادان در ایران که عاجزن، استادان در ایران شر میکنن، عاجزن، خجالت میکشن بیان بحث کنن. شما بیان بریم جلوتر. تفاوتی که بین شیعه و سنی هست در این است، توجه بفرمایید، هر دو تابع قرآن و سنتند. این درست نیست. شیعه قرآن تحریف شده میدونه، هر دو تابع قرآن و سنت نیستن، بلکه اهل سنت و جماعتن تابع قرآن و سنتن. مقدماتت نادرسته، شما شیعه را نفهمیدید. تفاوت که اهل تسنن سنت پیامبر را، حالا این هم عرض کنم که سنت پیامبر یعنی قول، یعنی گفتار، کردار و تقریر پیامبر. این تعریف سنت پیامبر است. فرق شیعه و سنی در این است که شیعیان برای خودشون یک منبع دارند که سنت پیامبر در اونجا متبلور است. معروفترین کتاب‌هایشون کتاب‌های چهارگانه است. خب این دلیل بی‌سوادیته. اگر سواد می‌داشتی که رافضی نمی‌شد. و این دلیل بی‌سوادیته. بلکه علامه حلی شیعه میگه که اصلا علم حدیث مال اهل سنته. ما این علم رو نداشتیم، ما این علم رو ایجاد کردیم بلکه جواب اونها رو بدیم. یعنی شما بیچاره‌ها پول بگیرید و سبیلاتون چرب میکنن، این حرفا رو نمیفهمید. این چربی سبیلا رو بردارید و این حرفا رو بفهمید. تسنن هم همچنین. سنت پیامبر در منابع آنها که به عنوان سنن صحاح معروف است، مشهورترینش هم صحاح سته، صحاح ششگانه است. خب این هم اشتباه میگیره. ما صحاح سته نداریم. آقا در اهل سنت کتب سته هست. هیچ کسی از اهل سنت معتقد نیست، هیچ عالمی از اهل سنت معتقد نیست که 6 تا کتاب صحیحه. که فقط صحیحین میگن صحیح، بقیه سننه که نمیگن همش صحیحه. که ببین چقدر بی‌سوادی. حق دارید. تو قوم که سواد یاد نمیدن، تو قوم شرک یاد میدن، این دلزنی یاد میدن، چیزایی که یاد میدن به درد علم نمیخوره، به درد چیزا دیگه میخوره، آن کار دیگر میکنن. البته 2 تا از اینها صحیحن در نزد اهل تسنن. خب سنت پیامبر اونجا متبلور است. سنی‌ها سنت پیامبر رو از این منبع بگیرن، از منابع خودشون، شیعیان هم از منابع اختصاصی خودشون. هر دو تابع سنت پیامبر است. خب چرا پیغمبر حدیث کم دارن اگه هر دو پیغمبر نقل کنن؟ بخاری آیا همون وقت حدیث از عمر چند حدیث از عمر نقل میکنه؟ چند از ابوبکر نقل میکنه؟ در مقابل ببینید که کافی و غیر کافی چقدر از آل بیت به اصطلاح خودشون از آل بیت نقل میکنن. سنیان تا دنبال سنت پیغمبرن، بقیه همه فرقن. اما شیعیان نه. شیعیان امام هایی که جلب کرده اند اونها رو خود اصل میدونن و بدون اونها دین رو کامل نمیدونن. متاسفم برات واقعا. و از قضا این منابع در حدود 70 نزدیک 80% من نمیدونم شما چرا اینو برام